یک آدم به این گمان خودش که من الله را از مکان منزه میدانم، مثل که آلی در بسیار کتابای اهل سنت و الجماعت امی موجود است. در کتابای در مدرسه ها ما امی را میخواندیم، شرح عقاید نصفی است. اونجا میگه لا مکان له، الله ذاتی است که مکان برش نیست. با این عقیده که مکان برش نیست، ی آدم انکار از فوقیت عرش که الله سر عرش است، از فوق بودن عرش منکر میشه. امیال فعلا عام مردم و ملاها را شما سوال بکنی براتون میگه الله لا مکان است، اگر بگوی سر عرش است منکر میشه، انکار میکنه. حالان که این گپی کیست؟ گپی الله است. الرحمن علی العرش استوا. لازمی این گپ اگر کسی انکار از فوقیت الله بالای عرش بکنه، لازم قطعی از این چیز تکذیب الله و تکذیب رسول الله. رسول الله میگه که الله این الله، از کنیزک سوال میکنه، کنیزک دست بالا میبره. یک آیت نیست، یک أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إليه يصعد الكلم الطيب. آیت است، اما این آدم به گمان خود تنزیه الله را میکنه، الله را از عیب، از هر قسم عیب و نقصان پاک میدانه. از فوقیت عرش هم این آدم منکر میشه. میتونی کافر گفته؟ لازم خویسته که از آیت قرآن منکر است، تکذیب الله را میکنه، تکذیب رسول الله را میکنه. نمیتونی کافر گفته تا وقتی که این آدم سری خود لازم کنه که بله از